امروزها در سرتاسر کشور همان آزمون جمهوریوی کتابخوان بهترین تحت عنوان فروغ صبحی دانایی که با تشبث سرور دولت پیشنهاد شده است برگزار گشته ایستاده است. آن در 3 دور دایر می‌گردد و دور اول یعنی دور مکتبی علاقه در بسیار مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی جنببست گردیدند. در مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 1 ناحیه ورزاب نیز دور مکتبی آزمون مذکور برگزار گردید. در آغاز چهاربینی از جانب خردترکان مؤسسه شعر و سخن‌ها بخشیده به کتاب قرائت کرده شد. کتاب تأثیری کلانی تربیوی و درکنی را دارد. بسیار آدمانی بزرگ، عالمان، فیلسوفان، شاعران و نویسندگان از کتاب همچون معلمی بزرگ و رفیق بها داده جوانان را دعوت کردند که از آوان بچگی به کتابخوانی عادت کنند. هرگاه که ذکر شود به کتاب روی آورید آن را خواند، فقط کتاب میتواند شما را خوشبخت کند و خرسندی آورد. کتاب کلمه زیباست. بیهوده کتاب را سرچشمه دانش و مشکل کشای همه کار نمیگویند. در حقیقت کتاب چیزی مقدس است. کتاب دوست جانی و راهنمای زندگی است. ما از کتاب بسیار چیزها را می‌آموزیم. ما کتاب می‌خوانیم و تمام دنیا را می‌شناسیم. کتاب سرچشمه علم و دانش است و ما درباره عالم، آدمان مشهور، حیوانات، رستنی‌ها، عادت‌های نیک معلومات می‌دهیم. ما برای آن کتاب می‌خوانیم که دانا شویم و همه چیز را دانیم. ما باید هر روز کتاب خوانیم. شخصی که بسیار کتاب می‌خواند دانشمند می‌شود. کتاب گنج بی‌بها، خزینه شعر و سخن‌های عاقلانه، مخزن علم و دانش و رفیق بهترین ما. ملابچه اثری کیست و قهرمان‌های در اساسی قسمت آن دوم چهاربینی کی‌ها داوران اشتراکجوی آزمون را از کتاب‌های خوانده‌شان سوال و جواب نمودند. در نتیجه 4 نفر خواننده مکتب گلستان شمس‌الدین، شهلا شوکیرова، نرگیز شوکیرова و چیمناز زلیخоева که هر یک زیاده از 100 کتاب مطالعه نمودند غالب دور مکتبی دانسته شدند. اینچنین قید کرده شد که در مکتب مذکور برای به این آزمون آمادگی دیدن خوانندگان همه شرایط‌ها فراهم آورده شده بودند. حالا یگان روزم به کتاب در صنف ما کتاب دوستان بسیار میباشد. ما هر هفته درباره کتاب‌های خوانده‌مان صحبت میگذرانیم. شاعر عبدالسلام دهاتی با دعوت کتاب میخوانیم گفته است: میشویم آشنا سلام کتاب، مصلحت چی ما تو در هر باب، در جهان باشد آنچه علم و هنر، همه را گرفته در بر. ما تو را صبح و شام میخوانیم تا که هر علم و هر هنر دانیم. آزمونه که از طرف اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم جناب عالی امامعلی رحمان معین گردید که درباره فروغ صبحی دانایی کتاب در بین جامعه گذرانده شود. بسیار یک آزمون زمانوی که بسیار ضرورت داشت، زیرا که مردم ما بازم به کتاب رو آرند و به مطالعه کتاب شروع نمایند، زیرا که به فکر من کم در دولت‌های گوناگون دیده می شود که چنین کتابخانه‌های بزرگ و دوستداران کتاب باشند، زیرا که در حدود کشور جمهوری عزیزمان یک کتابخانه بزرگ تشکیل نمودند که امروز هزارها هزار نفر می توانند از آثار ادیبان کلاسیک و معاصر تاجیک شناس و بهره‌ور گردند. امروز ما تصمیم گرفتیم که در مؤسسه این آزمون را در بین خوانندگان گذرانیم و پیدا نمودن کتابخوان‌های بهترین را در بین خوانندگان نیز بگیریم. میسر گشت که امروز کودکان ما نیز اشتراکچی دور اولی مؤسسوی شوند که از آنها قسم زیادی از آنها از خود نمودن آثار ادیبان کلاسیک و معاصر تاجیک را که در نظامنامه زیاده از 100 غزل و رباعی و پارچه ها از داستان ها اشاره شدند. خوانندگان ما نیز کوشش به خرج دادند که از آن استفاده نمایند و آموزش نمایند، زیرا که من بعد برای باز هم شکوفایی دولت و ملت عزیزمان بسیار ضرورت زیاد دارد که فرزندان و نسل آینده ما نیز به کتابخوانی شروع نمایند. مبارک باد کتاب گلدار، همیشه آن را تازه نگاه دار. با تو کتابت دانش فزاید، راهی حیات
او مکن او چون معلم به ما هر سخنش راهنما منبر خوانش کتاب رهبر دانش کتاب همدم دلسوزی ماست معرفت آموزی ماست انیسی کنج تنهایی کتاب است فروغ صبح دانایی کتاب است گل به موز زمینت استاده که دانش بخشدش هر دم کشادی رهم از رفتگان تاریخ خوانند گه از آینده اخبارات رساندند گه ریزد از دریای اشعار به قرب اخ گوهرهای اسرار محضر در زندگانیم کتاب خاصید صلح داناییم کتاب همدم و همراز جانیم کتاب راهنما بر زندگانیم کتاب ای کتاب جان تو هستی دری کشاده ای ما از تو گذشته رویم ما همه سوی فردا مادر اگر یگانه است تو هم هستی یگانه توی صفای دلها توی چراغ خانه کسی اگر نداند قدری تو را چنادا مانندی کو نبیند آفتابکی درخشان از این کتاب خوانا از رسم‌های زیبا حرفی بسیار آموختیم ما گپ و کار آموختیم چیستان و ترانه ها گلچین افسانه ها هر چی که خواستیم ما یافتیم از الف با خوشتر ز کتاب در جهان یاری نیست در غم کده ای زمانه غمخواری نیست هر لحظه از او به گوشه تنهایی صد راحتی است و هرگز آزاری نیست در کتابخانه مؤسسه ما امروز زیاده از 3000 کتاب‌های بدیعی هستند که از طرف وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و اینچنین از طرف خود مؤسسه خریداری شدند و کودکان ما همیشه فعال هستند که عضو فعال کتابخانه باشند و آمده در کتابخانه کتاب‌های دوست داشتهشان را مطالعه نمایند و بهره‌ور گردند و در نظر است که در آینده همچون نقشه دورنمای مؤسسه نیز در نظر است که همه ساله کتاب‌های بدیعی نوی که از طرف نشریات‌های گوناگون به چاپ می‌رسند خریداری شوند و باز هم کودکان ما واقف گردند که ادیبان ما شاعر نویسندگان ما بسیار کوشش به خرج می‌دهند که در بابت فعالیت و پیشرفت کشور عزیزمون اثرها و شعرها و قصه ها و پارچه ها بنویسند و خوانندگان نیز از این واقف گردند. ای وطن نامی تو دنیای من است کلاهایت سری بالای من است کاری راحت گلی رعنای من است خاکی تو گوهر و طلای من است تاجیکستانی منی تو ای وطن مادری جانی منی تو ای وطن مادری جانی منی تو ای وطن. در جنبش آزمون از جانب یکی از اشتراکچیان این چوره‌بینی سرود زیبای در وصف وطن صدا داد و با همین دور مکتبی آزمون فروغ سوپی دانایی در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 ناحیه ورزاب جنبش گردید.